سلام، من راستی عزیزی هستم. یه ویدیو معرفی گذاشتم و حمایت کنید، خوشتون بیاد بریم ببینیم ویدیو رو. حالا بچه‌ها، من راستی عزیزی هستم که پیج آتیس 54 رو زدم و اینکه تازه اول کارم رو شروع کردم. کارم من توش سبکای مختلف میذارم، ادیت میذارم، ماینکرافت میذارم، کالاف میذارم، هر نوع چیز در فوتبال میذارم. اصل کاریش اینه و بچه کلا اصلا محتوای خاصی ندارم تا موقعی که ببینم کدوم یکیشون بیشتر دوست دارم. پس واسه همین من که اصلا ویدیو معرفی خودم بذارم و اینکه دوست دارم که شما هم با من همراه باشید. یعنی مثلا من ویدیویی میذارم، شما هم با من باشید. یعنی هر ویدیویی میذارم لطفا حمایت کنید از من. سابسکرایب، کامنت، هر چیزی. اگه خوبم نبود فوش بدید، کامنت فوش بدید. من مهم نیست. فقط اینکه شما بخندید و حالتون خوب باشه برای من همین مهمه. دیگه چی دیگه برای من مهم نیست. و اینکه بچه واقعا دوست دارم، واقعا خیلی دوستتون دارم و نمیدونی چرا دوستتون دارم آخه. دیگه من توش سبکای مختلف هم گفتم میذارم. مثلا کسی اصلا خواست با من بازی کنه میتونه آیدیم روی اسم پروفایلم هست، اسمم هست، همون اگه بزنین بغیر از اون دوتا کلمه آخرش براتون میاد. آیدیم همونه. کسی خواست بازی کنه بازی میکنه. و بچه من همین رو گفتم دیگه. مثلا چند تا ویدیو تو چیزم دارم، مثلا سبکای خنداندن، مثلا سبکای مثلا از آهنگای ترند چند ماه پیش اینجور چیزه. مثلا یکیش بود چی بود؟ نه چیز بودا یادم رفته اسمشو. بعد اون که همین یه مثلا اونجور چیزا. یا مثلا یه ویدیو بلند نه خیلی کوتاه کالاف گذاشتم که یه نظرسنجی میذارم از اینکه مثلا بیشتر کالاف بازی کنم، بیشتر این ویدیو ادیتو بذارم، یا بیشتر ماینکرافت بازی کنم. یکی از اینا رو بازی کنم میذارم. لطفا تو نظرسنجی حمایت کنید و رأی بدید به اون سبکی دوست من برم. و دیگه همین میگم. برای من فرقی نداره. برای من فرقی نداره کودک باشین، نوجوان باشین. ویدیوی من سبک همشون هست. اگر به سبکتون نبود من کاری میکنم که به سبکتون اصلا نباشه. مثلا شما نبینید اون ویدیویی که به سبک برای شما نیست، مثلا به سن شما نمیخوره اونطوری. بیشتر ویدیو هم برای خندوندن گفتم که بهتون. و دیگه همین دیگه. امیدوارم از ویدیوهای من خیلی خوب لذت ببرید و ویدیو خوبی داشته باشیم. خلاصه دیگه و همین دیگه. عشق منید، یادتون نره تا ویدیوی بعدی لانگ یا شورت ویدیویی که تا الان چند تا گذاشتم. خداحافظ رفقا. بچه‌ها یادم بهتون بگم، بچه‌ها من که مثلا ویدیو میگیرم به عنوان مثلا شما ببینید من ویدیو زیاد دارم میگیرم. مثلا الان تازه اول کارم، لطفا حمایت کنید. من اول ویدیو هم گفتم همین دیگه. ساب و لایک یادتون نره. عشق منید. خداحافظ تا ویدیو بعد.